بیا رو راست باشیم. میدونی باید شروع کنی، ولی انگار یه نیروی نامرئی تو رو گرفته و نمیذاره. این دقیقاً همون تله مرگبار تعویق انداختنه. ساعتها همینجوری پای گوشی یا جلوی فیلم ها میره و تهش فقط یه حس گناه گنده میمونه که روز بعد هم باهاته. همینجا متوقفش کن. خبر خوب اینه تو تنبل نیستی. این یک دروغ بزرگه که به خودت میگی. ما همیشه فکر میکنیم مشکل نداشتن انگیزه است، ولی اشتباهه. مشکل اصلی اینه که مغز ما از کارهای بزرگ میترسه. وقتی به پروژه سنگین فکر میکنی، مغزت سریعاً میره تو حالت دفاعی، فرار از درد. برای شکست این مغز تنبل اصلاً نباید دنبال انگیزه بگردی. باید یه کاری کنی که مغزت گول بخوره و فکر کنه این کار یه چیز خیلی کوچیکه. این یک نبرد فیزیکی نیست، این نبرد برای شروع کردنه. اسم این تکنیک قانون قدم اول غیر قابل مقاومته. این یک قانون ساده نیست، این کلید اصلی عملکرد بالاست. قانون اینه: هر کاری که ازش میترسی فقط به مغزت بگو فقط 5 دقیقه انجامش میدم و بعد اگه دوست نداشتم با افتخار تمومش میکنم. این فقط 5 دقیقه تمام بازی رو عوض میکنه. مثلا اگه باید یه گزارش سنگین بنویسی، به خودت بگو فقط 5 دقیقه لپتاپ رو باز میکنم و اولین تیتر رو میزنم. اگه باید درس بخونی، بگو فقط 5 دقیقه کتاب رو باز میکنم و اولین پاراگراف رو علامت میزنم. این تکنیک مغز رو فریب میده. مشکل ما همیشه شروع کردن، نه ادامه دادن. وقتی 5 دقیقه میگذره، مغز دیگه اون مقاومت اولیه رو نداره. به این میگن اینرسی. وقتی بدنت شروع به حرکت کنه، مغزت میگه حالا که تا اینجا اومدیم دیگه بقیهش آسونه. شما با یک 5 دقیقه ساده موتور درونیتون رو روشن کردید. برای تبدیل این فریب ساده به یک عادت قدرتمند، همیشه لنگر ذهنی خودتو پیدا کن. لنگر ذهنی یعنی یک کار کوچیک و ثابت که هر روز درست قبل از شروع کار اصلی انجامش بدی. مثلا قبل از نوشتن همیشه 2 نفس عمیق میکشم. این کار به مغز سیگنال میده که وقت تسلط بر ذهنه. به یاد داشته باش تنبلی تو نیست که تو رو متوقف میکنه، بلکه حجم وحشتناک کاریه که میخواستی انجام بدی. با این قانون طلایی کار بزرگ رو به کوچکترین بخش ممکن تقسیم کن. ترس اولیه رو بشکن، بقیهش خودش میاد. تو یک انسان با اراده‌ای، فقط به یک نقشه نیاز داشتی. و حالا مهمترین نکته برای رسیدن به قله انگیزه، تو با این 5 دقیقه ثابت میکنی که میتونی. این پیروزی های کوچیک روزانن که تو رو به نتایج بزرگ میرسونن. تو فقط 5 دقیقه نیاز داری تا خودت رو به یک ابر انسان تبدیل کنی. حالا وقت عمله. این ویدیو رو همینجا ببند و برو سراغ کاری که ازش فرار میکردی، حتی فقط برای 5 دقیقه، و به ما بگو که چه راه حل دیگه‌ای برای شکست تنبلی داری. برای دیدن راه حل‌های دیگه برای تسلط بر ذهن، دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزن تا با هم به قله انگیزه برسیم.